بسم الله الرحمن الرحیم. مژده لطف است ز رب کریم. سلام خانم ها، آقایان محترم، هموطنای عزیزم، هم نفسای مهربون یاد خدا الهی که حالتون خوب باشه، سلامت و تندرست باشین، اوضاع بر وفق مرادتون باشه و سعادت همراهی شما رو تا پایان ما داشته باشیم. مایی که به دعای شما شهر مقدس قم هستیم، نزدیکی های حرم مطهر کریمه اهل بیت در امامزاده موسی مبرقع که هم آمدیم ایشان رو زیارت بکنیم، نایب الزیار شما باشیم، هم این ضریح مطهر رو که در برگیرنده 40 نفر از نوادگان ایشان و حضرت جوادالائمه علیهم السلام هست و همین که چند قدم اون طرفتر هم یک امامزاده واجب التعظیم از فرزندان امام سجاد علیه السلام هستند به نام امامزاده زید. شما اینجا که تشریف میارید تو فاصله چند متری تقریباً 42 امامزاده رو در واقع به نوعی زیارت میکنید. انشاءالله که قسمتتون بشه به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. بفرمایید. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. یک شنبه است و با افتخار خدمت استاد عزیزم رمزی احدی هستیم. آقا سلام علیکم و رحمت الله، خوش آمد. سلام و درود بر شما و همکاران بزرگوارتون و بینندگان محترم. محبت داشتید، مخلص شما. برای شما و همکارانتون و همه بینندگان عزیزمون نیکبختی و سلامتی از خدا می‌طلبم. سلامت باشین، ما هم برای شما زنده باشین. بحثمون شیطان شناسی بود با زوایا و مختصاتی که این بحث داره با توجه به کلام حضرت مولا. به نظرم بحث نیمه تمام بود. حضرت سلام. من داخل پرانتز یه نکته بگم که چرا امامزاده موسی مبرقع رو میگن مبرقع. آره بفرم. برقع پوشی در قدیم مرسوم بوده. افرادی که زیبا بودن چهرهشون رو میپوشوندن برای اینکه چشم نخورن. آخه لذا یکی از علت‌ها این بوده. یه علتش هم این بوده که خب می‌خواستن آفتاب صورتشون رو نسوزونه. یکی از علت‌های دیگه این بوده که می‌خواستن مورد شناسایی قرار نگیرن. ولی یه بخش عمده‌ای به خاطر زیبارویی بوده و امامزاده موسی مبرقع بسیار زیبا بود. ای جانم. بله، واقعش هم هست دیگه. من میخوام برنامه رو به اون سمت نبرم. پیغمبر فرمودن که نصف اینا که تو قبر خوابیدن به خاطر چشم زخم و چشم زخم رو ما نمیبینیمش، ولی خب یه حقیقتیه که تو دین ما مطرح شده و از افتخارات دین ماست که اینقدر عمیق و دقیق احوالات شما رو مراقبت میکنه. و نمیدونم حالا شما تایید میکنید یا نه، سفارش دین ما عمدتاً اینه که خودتون و عزیزانتون رو خیلی در منظر و مرعای مردم قرار ندین برای اینکه چشم نخورن دیگه، مورد چشم واقع نشن. ولی الان سبک زندگی ما یه جوری رو شده. آره، هم تو فضای مجازی که تا یه تولدی میشه، یه عروسی میشه، یه طرف تیپ میزنه به قول خودمون، یا خودش یا بچه‌شو سریع عکس میگیره میذاره اونجا، یالا هر کی بخواد چشم بزنه بیاد بزنه. بله. یه همچین تعبیری داره. بله. یا تو کوچه خیابون هم همینطور. بله. این کار برعکس شده. بله، همینه. متاسفانه این مشکل هست. بله، و تو روایت‌های ما این پوشیدندگی هست، یعنی گفتن بپوشونید. بله. خیلی چیزا رو گفتن بپوشونید، یکیش همین مسائل است. در هر صورت من خواستم این تیکه رو توضیح بدم. وارد بحث امروزمون بشیم. عرض کردیم که تو جلسه قبل امام علی علیه السلام روایت‌هایی رو اشاره کردیم که امام علی علیه السلام شیطان رو به عنوان یکی از عوامل انحراف و سوء تربیت مردم برشمرد. بله. و پدر و مادر بایستی نسبت به حیله و حمله های شیطان آگاه باشن که چه میکنه، چجوری حمله میکنه، فرزندانشون رو تحفظ بکنن. اینها رو یه پدر و مادر ندونن، یه پدری ندونه خطر چیه و احساس خطر نداشته باشه که خب شکست میخوره. همینطوره. انسانی که میدونه خطر چیه و از کجا میاد، این آدم یکی از عوامل موفقیت رو به دست آورده. لذا این هوشیاری تربیتی رو که از استثناءات تیترهای تربیتی در جهان اسلام داره مطرح میکنه، یعنی مبحث شیطان شناسی به عنوان عامل انحراف تربیت. بله. چون مکاتب دیگه نمیدونم میدونید یا نه، تو بحث شیطان خیلی باش مواجهه‌ای ندارن، اطلاعی ندارن، بلکه بعضی جا اوقات نزدیک میشن بهش. من رو مبحث شیطان شناسی کار کردم، تورات رو خوندم، انجیل رو خوندم، مکاتب دیگر رو خوندم.
یه افق وسیعی در ارتباط با شیطان و راههای دفعش ما در اسلام داریم و این از ابداعات اسلامه که استثناءاته. همین مبحث چیش سقم از استثناءات اسلامه. شما تو سایر مکاتب دیگه برید اصلا مبحث چیش سقم رو نمیدونن. یعنی ما اصلا توی دینهای دیگر این حجم از شناساندن شیطان که در دین ما اومده ما نداریم و بعضی اوقات به انحراف هم رفتن تو بحث تشخیص. بعضی اوقات هم دست دادن حتی. عجب. بله. ولی ما تو اسلام اینجوری نگاه نمی کنیم به مسئله. میگیم آقا شیطان تو جلسه قبل احادیثی که مربوط چون بحثای ما در ارتباط با امام علی علیه السلام محور هستش، یا از نهج البلاغه یا از قرر یا از سایر کتاب ها از کلام نورانی ایشون به عنوان قرآن ناطق صلوات الله علیه استفاده میکنیم. عرض کردیم که امام علی اینو به ما، این بخش گزنده رو به ما هوشیاری دادن. یعنی یه منطق تربیتی دقیقی رو در ارتباط با شیطان جلو چشم پدران مادرها باز کردن. حالا شیطان چه میکنه؟ شیطان یکی از کارکرداش گفتیم، یکی از آیات قرآن کریم تو سوره مجادله آیه 10 بحث بهداشت روانی رو مطرح میکنه. خداوند متعال امنیت روانی رو مطرح میکنه که شیطان برای شما دلواپسی و دلهرگی و ترس میاره. میفرماد انما النجوا من الشیطان لیحزن. شیطان کارش اینه که این میاد تو دل شما رو خالی میکنه با طراحی های تخیلی. دخترت از پلا داره میره پایین، حتی بعضی از مامانا به زبون میره آخ بچه نیفتی، داره پارچو میبره تو آشپزخونه، آخ پارچ از دستت نیفته. اینا همه اون دلهرگیایی که داره شیطون میده. امنیت روحی روانی خانواده رو به هم میزنه. راههای دفعش هم حالا خواهیم گفت. تو آیه 71 سوره انعام میفرماد شیطان کارش اینه که انسانها رو روی زمین حیران میکنه. گیج میشه طرف، اصلا نمیفهمه کدوم طرف باید بره. دیدی طرف میگن گیجه، نمیدونه باید سمت راست بره سمت چپ، اصلا هدفو گم کرده. کسی که هدفو گم کرده یعنی موتور محرکش از کار افتاده. شما وقتی هدف رو انتخاب میکنی به سمتش حرکت میکنی. وقتی شما حیران شدی که شیطان یکی از کاراش همینه به صراحت قرآن. تو مبحث تربیت شما رو میاد چنان حیرانت میکنه اصلا پدر و مادر نمیدونن جهت کدوم بره. وقتی شما هدف نداری موتور حرکت شما خاموش میشه. این هدفه که شما رو به حرکت وامی داره. لذا قرآن میفرماد که شیطان یه همچین کاری میکنه و شیطان هم دو جور داریم. رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودن شیطان جنی، شیطان انسی. شیطان انسی کسایی است که نمادهای گمراهی با اونها نشون داده میشه، اونها تلاش میکنن گمراه بکنن بشر رو، افراد رو، رفیق بد، فامیل بد، همسایه بد، به شکل‌های مختلف تو جنبه‌های مختلف زندگی، تولیدات مختلف. الان آمریکا چه میکنه؟ ام الفساد عالمه. هالیوود چه میکنه؟ چه ظرفیتایی رو داره تولید میکنه؟ همه بینندگان میدونن. بله. اینا تمام تلاششون انحراف بشر. اینا شیاطین انسان. رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودن شیطان جنی رو با لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم دفع کنید. ای مادری که دلواپسی الان دخترم رفت دانشگاه نکنه یا ماشین بهش بزنه، هی داره اینا رو مرور میکنه، اینا رو بدون، اینا پالسایی که شیطان داره میفرسته. پیغمبر میفرماد اینا رو با لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم دفع کن. خب که چی بشه؟ نتیجهش این بشه که تو آرامش پیدا کنی. بله. این مهمه، چون یکی از مباحث مهم و رکنی روانشناسی بحث آرامشه. چجوری آرامش به دست بیاریم؟ یه ظرفیتی داره به ما ناآرامی و حزن رو به صراحت آیه 10 سوره مجادله داره به ما القا میکنه، ما اینو با دفعش کنیم. پیغمبر فرموده با لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم شیاطینی که نمیبینید. کسی که به هم ریخته هست حوصله تربیت فرزندش هم نداره. پس ما به این میگیم تربیت پیشگیرانه. امام علی و رسول الله دارن به ما پیشگیری تو بحث تربیت رو میکنن که ما زمینه تربیتمون فراهم بشه. بله. استاد ببخشید. یه نمیدونم شو شعبه چی برای من پیش اومده، شاید برای مردم هم پیش اومده باشه. عذرخواهی میکنم. اینو مطرح بکنم، تبیین بفرمایید. ببینید که فرمودین که شیطان تو ذهن و دل ما ایجاد ناآرامی، دلهره اینا میکنه. مثلا مادر مرتب میگه آخ نیفتی، آی دستت نخوره مثلا به اتو، آی مثلا فلان نشه، اینجوری نشه. به نظر میاد این نوع رفتارها شاید اونجایی که از حد تعادل خارج میشه و تبدیل به وسواس میشه کار شیطون باشه، وگرنه یه حد متعادلش شاید شرط عقل باشه، به هر حال احتیاط باشه. یه پدری یه مادری
مثلا میگم دارن از خیابونی رد میشن، یه جای محیط شلوغیت، بچه گم نشه، یه وقت دستش رها نشه، یا داره با اسبابی بازی میکنه نیفته. میدونی چی میگم؟ شاید تا یه حدیش تو رفتارا میبینیم بعضی از پدر مادرها زیادی دیگه وسواس دارن، یعنی اصطلاح میگن دیگه لای زرورق همه جوری که این بچه شد. ولی بعضیام نه حد معمولش. من احساسم اینه که شاید اونجایی که دیگه از حد تعادل خارج میشه کار شیطان باشه، یا نه توضیح بیشتر؟ بله، نکته دقیقی رو فرمودید. حوالی این تو ذهن میشه وسواس و از شیطانه. البته تو مراحل ابتداییش هم شیطان از کم شروع میکنه ولی به کم قانع نیست. لذا اونی که جناب عالی فرمودید توی یه حیطه‌ای، بله پدر و مادر باید این احتیاطا رو داشته، اعتدال یعنی وسط. شما وسط یه جاده حرکت میکنی، یه صراط مستقیم. بله. افراط و تفریطی که شما رو میکشونه کنار جاده و منحرفت میکنه از جاده اصلی. ولذا ما تو نماز میگیم صراط مستقیم. وقتی گفتیم صراط مستقیم یعنی تعادل داریم، تعادل ذهنی داریم. ذهنمون زباله این تخیلات نیست، ذهنمون تمیزه. این جمجمه تاریک نیست، روشن به نور قرآن و ولایت. ولذا اونی که شما فرمودید بله دقیقه، به شرط اینکه توالی پیدا نکنه. بعد اون موقع اینو عنایت داشته باشید، پیغمبر اسلام میفرمایند با ذکر لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم اون حمله ها رو جلوشو بگیرید. البته نه اینکه صرفا اینا باشه ها، چیزای دیگه یکی از این. بعد پیغمبر اسلام میفرمایند که برای دفع شیطان انسی یعنی آدم شر که عامل گمراهی هست صلوات بفرستید. باز منحصرا صلوات نیست. بله یکی از ابزاراست، ولی ببینید با یک افتخار بلند ما داریم میگیم اسلام داره یه چیزایی رو طراحی میکنه و داره مطرح میکنه که اصلا عقل امروز بشری هم نمیتونه اینا رو پیش بینی کنه و بفهمه. بشر کجا میتونه این چیزا رو بفهمه؟ بله. ولی ما یه سوره داریم تو قرآن به نام سوره جن. الان شما برید پیش یه آدم تکنوگرات تحصیل کرده میگه ما شیاطین رو قبول نداریم چون نمیبینیم. ما شما خیلی چیزای دیگر هم نمیبینید، چه زخم هم نمیبینید. شما فرق غذای حلال و حرام هم نمیبینی ولی ما آثارش میبینیم که انعکاس داره. لذا شیطان دو تا کار انجام میده. اول وسوسه میکنه به صراحت آیات قرآن. بعد از این که کسی تمکین کرد، همون فرمایش جنابان دیگه امر میکنه، میگه آقا این کارو بکن، چون دیگه تو دامش افتادی و اسیر شدی. ما تو دلمون و در اطراف خودمون دو تا ظرفیت داریم به صراحت آیات قرآن کریم. حالا آیاتش هم میخونم. یه ظرفیت مثبت داریم تو ذهنمون، تو دلمون. یه ظرفیت منفی. هر چیز منفی تو دل ما میاد از شیاطینه و هر چیزی که مثبت میاد از خوبی ها، راستگویی ها، پاک دستی، پاک دامنی، همه از الهام ملائکه الهی. برای اینام آیه داریم و حدیث داریم. فرمایشات امام علی هم تو جلسه قبل خوندیم. برو فلان کارو بکن، فلان تباهی رو ایجاد کن، اینو بگو، اینو منتشر کن، این تهمتو بزن، این افترا رو بزن. لذا تو دل افراد وقتی شما میرید مراجعه میکنید، یه کسی چش باطن بین داشته باشه، میبینه که قلب این محل فرود شیاطینه. چون قرآن میفرماد قلب بعضیا رو که باز کنی، حالا باز کردنشو من دارم میگم، قیامت قلبای ما رو که باز میکنن، تو قلب بعضیا نوره، تو باطن بعضیا نوره، تو قلب بعضیا هم شیاطینه. بعد قرآن میفرماید که بگم که شیاطین به کیا نازل میشن؟ به افاک اسیم، به آدم دروغگو. یعنی قلب این فرودگاه شیاطینه. حالا یه مادری نمیدونه، بچه‌شو از سرما و گرما تحفظ میکنه که بچه گرما زده نشه، بچه تو زمستون سرما نخوره، اما نمیدونه که این بچه رو باید از یه چیز دیگه به نام شیطان حفظ کنه. بله. این از عمق هوشیاری دین اسلامه که داره ما رو با این ظرفیت آشنا میکنه، از حیله ها و حمله ها، از گزندش که سرمایت رو نبره، چون سرمایه خیلی ها رو برده. بلعم باورا رو مگه سرمایه‌اش رو نبرد؟ مگه دقیقه 90 گل نخورد؟ یه عمر عبادت کرد. میخوام اینو به شما عرض کنم که شیطان وقتی که تو دل انسان لونه کرد، چون امام علی تو نهج البلاغه اینو میفرماد که شیطان تو دل بعضیا لونه میکنه، بعد تخم میذاره، بعد این تخما تبدیل به شیاطین دیگه میشن. این آدم میشود انسان ابلیس نما. بعد این آدم خودش گمراهه، چی؟ فرزند ما رو تو دانشگاه گمراه میکنه. ممکنه حتی چهره و ظاهرش هم خیلی موجه باشه. بله. آره. بله. ولی باطنش اینجوری.
پناه بر خدا از شر شیطان رجیم. اجازه میدین یه فاصله بگیریم؟ خواهش میکنم. ببخشید. خدمت شما هستیم، بعد از فاصله که میگیریم و برمیگردیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم یکی از اذکاری بود که یعنی همین صلوات که استاد فرمودن در مواجهه با شیاطین انسی ما باید به کار ببریم. نیت به عمل رنگ و بو میده، معطرش میکنه، مطهرش میکنه، گاهی وقتی هم تیرش میکنه. مثلا یه کسی بدی کسی رو میخواد، نیت که میکنه تیره میشه. صلوات، حالا من اینو برای این گفتم، صلوات با نیت‌های مختلف آثار خاصی داره. برای رفع خشم صلوات خوبه. برای دفع شیاطین انسی صلوات خوبه. حضرت آیت الله العظمای بهجت از ایشون سوال کردن آقا ما تو حج برای رمی جمرات یا طواف با شلوغی مواجه میشیم، چه کار کنیم؟ ایشون فرمودن صلوات بفرستید باز میشه مسیر. به ایشون گفتن آقا ما قرآن رو علاقه نداریم زیاد بخونیم، چه کار کنیم؟ فرمودن به نیت علاقه‌مند شدن به قرآن صلوات بفرستید. خیلیشون تجویز صلوات. بله، ببینید مرحوم علامه طباطبایی فرموده بودن بهشون که به دوستانشون فرمودن برای رفع مشکلاتتون هر مشکلی سیل صلوات را بندازید. این تعبیر خیلی زیبایی. مرحوم علامه طباطبایی برای حل مشکلات سیل صلوات. ببینید این حرف در تراز مفسر جهانی ها. حالا من رو همین جهت که رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودن یکی از راه‌های دفع شیاطین انسی، چون الان دوستانی که برنامه قبل ما رو دیدن و این برنامه رو دیدن میگن خیلی خوب حالا شما راه حلا رو بگو ما چجوری دفع کنیم این شیطانی که شما داریم. میگه یکیش همین صلوات فرستادنه، یکی دیگه ولایت امیرالمومنین امام علی علیه. روایت‌های زیادی داریم تو این زمینه، هم تو کتب برادران اهل سنت هم تو کتب شیعه که من اینا رو خودم نشستم جمع کردم روایتاشو. اونایی که دشمن امیرالمومنین علی علیه السلام هستن، کینه اونها رو به دل دارن، خود شیطان به امام علی علیه السلام توی صحنه مواجهی، شاید برای شما جالب باشه، شیطان حدود 70-80 تا ملاقات با افراد داشته در طول تاریخ بشر. خود شیطان با حضرت یحیی، با حضرت عیسی، با حضرت موسی، بله، با حضرت ابراهیم، با پیغمبر خود ما، با امام سجاد، با امام علی، با معاویه ابن ابی سفیان. اینا رو من جمع کردم همه رو. خب به خود امام علی شیطان عرض کرد اونایی که دشمن شما هستن من به اونا مسلط. پس یکی از راه‌های دفع شیطان همین مبحث ولایت امام علی علیه السلام. ما بچه هامون رو به امام علی علیه السلام علاقه‌مندشون کنیم. تو جلسات قبل عرض کردیم که پیغمبر فرمودن بر اساس حب اهل بیت بچه هاتون رو تربیت بکنید. اینجا نتیجه رو دیدیم، چون تو جلسات قبل من اون احادیث رو خوندم که رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودن آقا بچه هاتون رو بر 3 محور تربیت کنید. حبی یعنی حب خود من، حب اهل بیتم یعنی امیرالمومنین و اولادشون، و قرآن. حالا قرآن داره زاویه ذهنی به ما میده که حواست به شیطان هست. شیطان تو آیه 17 سوره اعراف میگه از جلو میاد، پشت میاد، بغل، راست. فکر این دشمن رو کردی که اون سرمایه های تربیتی که برای بچت رفتی جمع کردی روی این بچه داری سرمایه گذاری میکنی، این سرمایه رو نبره. یعنی کسی که توجهی به حمله دشمن نداره باخته، غافلگیر میشه، رو دست میخوره. پیروزی یک دشمن، پیروزی شما به دشمن اینه که شما از اصل غافلگیری استفاده کنی. حالا یک کسی نمیدونه شیطان کیه، شیطان هم از اصل غافلگیری استفاده میکنه، میزنه توی زمین. کما که خیلی ها برسیسای عابد رو نزد زمین تو قوم بنی اسرائیل. در دورانهای تاریخ ائمه ما کم افراد زمین خوردن و کم افراد بودن که بگید بلند شدن. پس ما باید اینو توجه داشته باشیم که یکی از اون راههایی که میتونه شیطان رو از فرزندان ما رفع و دفع بکنه، ما میخوایم حیله ها و حمله های شیطان رو دفع کنیم دیگه. بله. تو این 2 جلسه برنامه کلمات امام علی علیه السلام در ارتباط با شیطان و حمله ها و حیله هاش خیلی بیشتر از اینه. ما تو 2 جلسه داریم جمعش میکنیم سریع که بحث منعقد بشه. یکی دیگه از اون راههایی که شیطان رو از ما دور میکنه نماز اول وقته. رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودن کسی که نماز اول وقتش رو بی جهت
به تأخیر میندازه، شیطان رو بر خودش جرأت میبخشه که اونو به گناهان بزرگ مبتلا بکنه. بله، حالا یه وقتی پدر یه کسی مریضه تو بیمارستان، داره کار پدرشو پیگیری میکنه، اذان میگن خب نمیتونه، داره پدرشو جابجا میکنه، ممکنه تا 4 بعد از ظهر هم نتونه نماز ظهرشو بخونه. وقت نماز هست اون موقع میخونه، بله خب اون دیگه ولی فضیلتش. بله میخوام بگم یه وقت نماز اول وقت شما مثلا بچت مریض میخوای ببری دکتر، نه آقا وایس من اول نمازمو بخونم بعد بچه رو ببرم دکتر، نه آقا بچه رو ببر دکتر، اینجا نماز اول وقت. نه، کسی که عالمانه آمدانه هیچ کاری نداره، بی جهت با موبایلش داره بازی میکنه، حاضر نیست، بگذاره کنار. پس ببینید ما بحث سلطه شیطان رو و نفوذ شیطان رو داریم، بحثش رو بهش میپردازیم. حتی هفته پیش اگر اشتباه بود تصحیح کنید، یاد گرفتیم که اگر بچه‌ای هم بی‌تابی میکنه ازت بازی میخواد، اشکالی نداره نمازت یه ذره به تأخیر بندازی، به دل اون بچه برسی، شادش کنی، بعد بری سراغ. بله یه داستان رسول الله صلی الله علیه و سلم رو گفتیم. بله خیلی نکته دقیقی بود، خیلی متشکرم. یکی دیگه این که اول هر کاری بسم الله الرحمن الرحیم گفتنه. این هم خودش یکی از عوامل رمیدگی شیطانه، از ما دور می شود. یکی دیگه لقمه حرامه. لقمه حرام هم دست شیطان رو تو وجود بچهای ما باز میکنه. یکی دیگه اینه که دم غروب و طلوع آفتاب اعوذ بالله السمیع العلیم رو بگیم. خود قرآن هم شیطان رو راههای سلطش رو به ما گفته. یکی شرابه، یکی قماره، یکی خرافه پرستیه. اینا هم راههاییه که بازم تو قرآن هست. منتها ببینید ما همه اینا رو اگر بخوایم جمع بکنیم به یه منظومه میرسیم و اون اینه که ما بایستی هوشیاریمون رو نسبت به این دشمن بالا ببریم. همینطور بعضی از خانواده‌ها اصلا شیطان رو به عنوان یه عنصر مؤثر در گمراهی فرزندانشون حساب نمی‌کنن و اصلا از حیله ها و حمله هاش خبری ندارن. ما خواستیم تو این برنامه مختصر اینو بگیم. خیلی ممنونم. یه دعا کنید با توجه به مباحث شیطان شناسی و راههای مقابله با شیطان، یه دعا بکنید برای هممون، بعد ما خداحافظی کنیم با مردم. به حق کلمات قرآنت که به پیغمبر نازل کردی، محبت اهل بیت و محبت قرآن رو در دل ما جاری و جاوید بفرما. الهی آمین، که این بهترین راه مقابله با شیطان. خیلی ممنونم، خیلی استفاده کردیم و مراقب خودتون و عزیزانتون باشین و فرمایشاتون رو به 162 شماره عمومی سازمان هم اعلام بفرمایید. التماس دعا یا حق. خدا